تو به این کمترین کنیزت فرموده بودی که برادرت نمیمیره. خود تو به من گفتی. برادرت نمرده. ما الان 4 روزه که اونو توی گور گذاشتیم. اون به خواب رفته. مرده واقعی کسی است که بمیرد بیان که از جانب خداوند به رحمتی دست یافته باشد. ای مردم، لعازر نمرده بلکه به خواب رفته. بروید و سنگ را کنار بزنید. ای پروردگار عالمیان، ای خدای ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و ای خدای پدران ما، بر مصیبت این 2 زن رحم آور و از خزانه مجد و اکرامت عنایتی فرما. لعازر بیرون بیا. بیا بریم خبر بدیم. زندش کرد، دیگه نمیشه مهارش کرد.